سلام دوستان، خوش اومدید به چنل ما. من یاسینم. امروز امین متاسفانه نیستش، سر کار نشد بیاد با اون ویدیو بگیره. اومدیم با ریاکشن به موزیک تویی و پیشرو که دیس به علیزیا و بقیه رپرهای دولتی. من گفتم که تازه اومده آهنگ و تنهایی براتون بگیرم. اسم موزیک جورابه. بریم سراغ ویدیو. Let's go. میام بالا صد جدول سنتی نه سنتی چه گلنگدن پس دستم جلو همتون وایستادم این دفعه گوشا شخ کردم دندم صفر میشه آره دندم نه چاقی بازی نیست نه 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 اتاک میام پیلون یهو تا 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 ببین صورتی فلامینگو بوش در اومد ترانینگو کالیبر کلمه ها مثل کلاشینکوف یهو زنگ میخوره گوشید بزا پیش رو شما مال شبکه چاریم الو سامان خودتی با ویلا توی بچه خوب رپ میکنه، یعنی رپ توی این آهنگ خیلی خوبه. بهترین پانچش تا حالا این بود. بریم ادامه. میام بالا صد جدول سنتی نه سنتی چه گلنگدن پس دستم جلو همتون وایستادم این دفعه گوشا شخ کردم دندم صفر میشه آره دندم نه چاقی بازی نیست نه 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 اتاک میام پیلون یهو تا 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 ببین صورتی فلامینگو بوش در اومد ترانینگو کالیبر کلمه ها مثل کلاشینکوف یهو زنگ میخوره گوشید بزا پیش رو چاقا شما مال شبکه چارین یادتون رفت حافظه درد ماهی ارزشی پس که چی میگی پرونده داری چی زدی داری فکر میکنی درد ماهی این کس چرا زشته بلدی بی محتوا این عشق ابدی واسه خریدار خرمی نشوه خرکی چند تا چرت چندش چرت الکی بی محتوایی مثل عشق ابدی که واقعا بی محتواست اون برنامه، اصلا برنامه چرت و پرت. درد ماهی این کس چرا زشته بلدی بی محتوا این عشق ابدی واسه خریدار خرمی نشوه خرکی چند تا چرت چندش چرت الکی تو اما رو با این داستان گاییدی که وست نیستی و میگی پاسگاه خوابیدی تو دل مردم واسه تون آشغال جای میگه پرستو دیدی شاید راست را میری میگه بابا تو هم با این داستانات ما رو نمودی که از اون طرف میگه من نمیدونم اینجوری نیستم اینوری نیستم اونوری نیستم ولی همش تو بین اونایی. تو آهنگات میگه من با اونا نیستم ولی با اونایی. میگه نکنه یه پرستو دیدی رفتی دنبالشون. تا اینجا تویی داره خوب میزنه. خرمی نشوه خرکی چند تا چرت چندش چرت الکی تو اما رو با این داستان گاییدی که وست نیستی و میگی پاسگاه خوابیدی تو دل مردم واسه تون آشغال جای میگه پرستو دیدی شاید راست را میری زاخارای حکومتی چاقالای کون صورتی گی میگه پیش اومده کدورتی زرزر نکن تو گوز کدومنی یه مش کنید گروپ زدید پا تو کفشتون کردم کو جوراب میدین اینجا که مستقیم جی زد گفت گی زاخارای حکومتی چاقالای کون صورتی گی میگه پیش اومده کدورتی زرزر نکن تو گوز کدومنی یه مش کنید گروپ زدید پا تو کفشتون کردم کو جوراب میدین یه مش موشین که تو سوراخ میرین ماری که نمیدونیم تو کدوم آستینین تو پیش رو لجندن تو پاک بیگی گنگ میام بالا صد جدول سنتی نه سنتی چه گلنگدن پس دستم جلو همتون وایستادم آهنگ زیرش مال بازی استرانگ هولده. الان فهمیدم یه بازی قلعه‌ای هست که قبلا هم خیلی مال 2010 2008 مال اینا باشه بازیه. این آهنگ زیرش مال آهنگ استرانگ هولد اسم بازیش. قلعه‌ایه مثل ژنرال و اینا. چون کورسی داره. کورسه رو اول خونده الان دوباره کورسه اومد. ماری که نمیدونیم تو کدوم آستینین تو پیش رو لجندن تو پاک بیگی گنگ میام بالا صد جدول سنتی نه سنتی چه گلنگدن پس دستم جلو همتون وایستادم این دفعه گوشا شخ کردم دندم صفر میشه آره دندم نه چاقی بازی نیست نه 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 اتاک میام پیلون یهو تا 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 مامان آب داده بابا نون به مالون تو مالیدن آقا جون دیگه مامان نون داده بابا گفته بمان. بذاریم عقب.
دفعه گوشا شخ کردن دندم صفر میشه آره دندم نه چاقی بازی نیست نه اتاک میام پیرون یهو تک 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 مامان آب داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون دیگه خستم از کاراتون از پایین بگی تا بالاتون مامان آب داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون دیگه خستم از کاراتون از پایین بگی تا بالاتون جوجه رپرهای زمانه بازم کلان اسماره از داغ شدن از جنوب تا ماسه وا ویلا این بیت این مثل مال پیشا آهنگای قدیمیشه مال کدوم آهنگش بود چی؟ جوجه رپرها شاخ شدن برام الان یک آهنگش شدم نمیاد ولی این مال آهنگای قدیمش بود رضا پیشرو اومد نه اتاک میام پیرون یهو تک 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 مامان آب داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون دیگه خستم از کاراتون از پایین بگی تا بالاتون مامان آب داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون دیگه خستم از کاراتون از پایین بگی تا بالاتون جوجه رپرهای زمانه بازم کلان اسماره از داغ شدن از جنوب تا مازندران اینقدر خواهی مالی دیدم که شده حالم خراب بشاش تو سر و ته رپی که بهش دادن جواز من به سرعت الازونا دسته میزنم در گیر حل پرونده چند تا گله بیشرف به حرمت اونا که نیستن و حرف نمیزنن به حرمت اونا که دورن و تو درد میهنن به حرمت اونایی که دورن و حرف نمیزنن به حرمت اونایی که دور از میهنن باریکلا رضا پیشرو اینه شاه رپ فارسی مالی دیدم که شده حالم خراب بشاش تو سر و ته رپی که بهش دادن جواز من به سرعت الازونا دسته میزنم در گیر حل پرونده چند تا گله بیشرف به حرمت اونا که نیستن و حرف نمیزنن به حرمت اونا که دورن و تو درد میهنن بدجوری بریدم میخوام تمومش کنم نمیتونم بیرونش کنم از درون خودم رفت تو وجودمه تو بند استخونمه گاییده شدیم تا بسازیمونم تو اون ده چقدر شما احمدین چی میگذره تو اون سرت فکر میکنی خریدنت ولی در از فروختنت بدون هدف شده تو گوشم میگه فکر میکنی خریدنت ولی در از فروختنت نمیتونم بیرونش کنم از درون خودم رفت تو وجودمه تو بند استخونمه گاییده شدیم تا بسازیمونم تو اون ده چقدر شما احمدین چی میگذره تو اون سرت فکر میکنی واقعا میگه نایده شدیم تا بخوایم اینو بسازیم تا به اینجا رسوندیم بعد شما اینجوری فروختینش خریدنت ولی در از فروختنت بدون هدف پیش رو نوشته شده تو گوشمه گاهی کارت درست فقط نموندن و نبودنه شماها رو میباره سایه شمشیرم من خود شمشیرم گذاشتم برا جنگ با اهریمن اینا که بچه رپیان داریم کلی درد عمیق‌تر و سنگین‌تر از همیشه تقریبا همه زمینه این چیزا ترس نمیده به دل قبیله همیشه همین بوده هنوزم همینه اسامی عوض میشن نقش همونه حرفای دلم بود حرفی نمونه فکت میگه همیشه همین بودن الان هم نجات اصلا فرق نکنه فقط جا عوض شده سجاد سنتی نه سنتی چک گلنگدن پس دستم جلو همتون وایسادم عالی بود ورس رضا پیشرو عالی بود واقعا معرکه بود دفعه گوشا شخ کردن دندم صفر میشه آره دندم نه چاقی بازی نیست نه اتاک میام پیرون یهو تک 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 تأثیر نذاشته مافیا رو من وقتی همه دنبال پول و دافیا بودن من برنده تو همه بازیا خوبم تنها اشتباه اینه که تو بازیا بودم یه صدا میگه که نمون آرومینا بستن با قاتل جوونامون از چشم پیداستی که درونامون فقط نسل یک مونده هنو باتون تو صدا سیما ستاره ها درخشید پولو میگیر یک سری از اتفاقات افتاده خودتون میدونین از سال قبل میگه فقط نسل یکیا موندن با اینایی که الان هستن با مردم فقط نسل یکیا موندن درد آرومینا بستن با قاتل جوونامون از چشم پیداستی که درونامون فقط نسل یک مونده هنو باتون تو صدا سیما ستاره ها درخشید پولو میگیرن و بعد میگم ببخشید سیباب تخلیه بایدم سپرشید به چه گرم میگم بهتون سیمرغ بدن شید میگن تو صدا سیما میرن شرکت میکنن اجرا میذارن بعد مردم که دستشون ناراحت میشن بعد من یک ویدئویی از خودشون میگیرم پست میکنن که آی ببخشید و ما اشتباه کردیم تو رفتی پولتو گرفتی دیگه ببخشید نداره دیگه پولشو گرفتی داری کیف میکنی ببخشید چی میگی الان واقعا توقع داری ببخشنت
مون از چشم و پیداستی که درونامون فقط نسل یک مونده هنو باتون. تو صدا سیما ستاره ها درخشید، پولو میگیرن و بعد میگم ببخشید. سوپاپ تخلیه بایدم سپرشید، به چه گرمیم بهتون سیمرغ بدن شید. این کونی ها گنگ نمیشن، باید برینم بهشون تا قهوه ایشن. راه راستو میرم نه چپ نمیرم، من با شیطون بدون دست نمیدم. سلیقه نداری نه صدای تو فیلم. تویی چه فلوی داره عوض میکنه، چه بیت بالا پایی میشه. باریکلا تویی. یه بار گوش بدیم اینجا شو. یو فلوش عوض کرد. با قاتل جوونامون از چشم و پیداستی که درونامون فقط نسل یک مونده هنو باتون. تو صدا سیما ستاره ها درخشید، پولو میگیرن و بعد میگم ببخشید. سوپاپ تخلیه بایدم سپرشید، به چه گرمیم بهتون سیمرغ بدن شید. این کونی ها گنگ نمیشن، باید برینم بهشون تا قهوه ایشن. راه راستو میرم نه چپ نمیرم، من با شیطون بدون دست نمیدم. سلیقه نداری نه صدای تو فیلم و رپرای سپاهی. بچه جون بد میشه برات بگاهی، باید اتحاد بزنید با هلالی. داریم سیستم میان زیر پام له میشید مثل فیلتر سیگار. شما چاقالا رو مثل هیتلر میگم اشکای تمساتون واسه فیلم اندیاز. میان بالا صد جدول سنتی نه سنتی چه گلنگدن پس دستم جلو همه تون وایستادم. این دفعه گوشا شخ کردن، دندم صفر میشه آره دندم نه. چاقی بازی نیست نه نه نه، اتاک میام پیرون یه تا تا تا. مامانات داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون. دیگه خستم کاراتون، از پایین بگی تا بالاتون. مامان اون تیکش رضا پیشو یو گفتش، اون دیگه گفت بمال. اتاک میام پیرون یه تا تا تا. مامانات داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون. دیگه خستم کاراتون، از پایین بگی تا بالاتون. مامانات داده بابانون به مالون تو مالیدن آقا جون. دیگه خستم کاراتون، از پایین بگی تا بالاتون. ایمان نباشید. خیلی آهنگ قشنگی بود. ورس رضا پیشو که عالی بود، از ورسای قدیمش استفاده کرد. تویی هم خوب خوند. ورس اولش عالی بود، متنش خوب بود و ورس آخرش که چند تا فلو بازی کرد واقعا عالی بود. آهنگش عالی بود. خب بچه‌ها امیدوارم از این آهنگ خوشتون اومده باشه، از این ریاکشن خوشتون اومده باشه و اگر نظری دارین درباره اینکه چطور ریاکشن خوب بود بد بود حتما برای ما کامنت کنین، که داداشم نیست برای من کامنت کنین. پس لایک، کامنت، سابسکرایب حتما فراموش نشه و اگر ویدیویی که دوست دارین ما ریاکشن بریم حتما زیر کامنت کنین و داداشم نیست که اون جمله همیشه بیشه بگه. لیتس گو. مال اول ویدیو شدم هم مظهرتون و گوش میده پشت بنسا بچه نون و خیابونی ددی به تا بنون